و سلام علی عباده الذین اصطفی اما بعد. سخنان بسیار ارزشمند مهمان بسیار گرامی من که از نخبگان کشور هستند، جناب آقای دکتر جلالی زاده که همه شما آشنایی دارید به ایشون و افکار و اندیشه ایشان استفاده کردیم و امیدواریم که مهمان گرامی همیشه سالم باشند و موفق باشند و بتوانند که به جامعه ما به همه مردم دنیا استفاده برسانند و انشاءالله رفت و آمد بیشتر بکنند توی مناطق و مردم از افکار ایشون و بیشتر بتوانند استفاده بکنند و ایشان به کارگاه آموزشی که در رابطه با نحوه تدریس و تربیت مدرس برگزار بود در دارالعلوم مکی شرکت کردند و دیگر دانشگاهیان عزیز که بعضشون اینجا تشریف دارند هم شرکت کردند و این بسیاری کارگاه آموزشی مفید بود که هم اساتید دانشگاه و اساتید حوزه مشترکاً در اینجا نظرات خود را بیان کردند و به هر حال هم برای شرکت کنندگان بسیار مفید بوده و هم یه پدیده بسیار خوبی بود که به هر حال در راسته علم و نشر علم و تجربیات جدید بسیار کارایی داره و انشاءالله مفید هست. از سخنان زیبایشون استفاده کردید و همه ما استفاده کردیم. لحظات کمی که مانده مطالب مختصری خدمت شما عرض بکنم که دین اسلام دین اعتدال هست و قرآن عظیم الشان صراحتاً فرموده است که و کذالک جعلناکم امة وسطا، ما شما را امت میانه آفریدیم و یعنی امت متوسط آفریدیم، امت معتدل آفریدیم و نه افراط در امت ما و نه در تفریط و هم الله تعالی افراط رد می کنند و هم تفریط در دین. تفریط کوتاهی در دینه و که انسان کوتاهی بکنه به دستورات الله به احکام الله، گاه نماز بخونه گاه نخانه، نماز میخانه زکات نمیده و نماز و زکات را ادا میکنه روزه نمیگیره و اینها کوتاهی در دینه و تفرید در دین آن است که انسان تندروی بکنه و بالاخره بر خودش سختی ایجاد بکنه و سختی ها را بخواهد به امت وارد بکنه و آنچه که از دین نیست وارد دین بگردانه و لحظه افراط و تندروی در دین و تفریط و کوتاهی در دین هر دوتا مورد ملامتن و هر دوتا مورد سرزنشن. راه و مسیر راه اعتدال، راه خدا راه اعتدال است. راه حضرت رسول صلی الله علیه وسلم راه اعتدال نه تندرویه. خدای تعالی از تندروی پسند داشت نمی آید، پسند نمی کنه تندروی را و حضرت رسول صلی الله علیه وسلم کاملا مدیریت می کردن که در صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین و شاگردان اول که به هر حال ناشران این دینند و زندگی اونا الگوی برای مسلمانان بعدی مواظب بودن که در صحابه افراط پیدا نشه و تفریط هم نباشه و هشدار میدادن به نتیجه
منفی و بد افراط و تندروی. و وقتی که بعضی از صحابه گفتن، آمدن پرسید عبادت آن حضرت صلی الله علیه وسلم و این عبادت آن حضرت را کم دانستن و گفته یکی که ازدواج نمی کنه در طول زندگی و زندگیش را صرف عبادت می کند، یکی گفت شبها نمی خوابد و تمام شبها عبادت می کند، دیگری گفت که روزها نمی خوره و تمام زندگی روزه می گیرد. آن حضرت صلی الله علیه وسلم بسیار نگران و ناراحت شدند و فرمودند که من عالم ترم از شما به الله تعالی، الله را من از شما بیشتر می شناسم و عالم ترم نسبت به مرضیات الله. الله به این راضی نمی شود. این افراط، این تندرویه. فرمودن که به ازدواج سنت منه، ازدواج بکنید، اولاد داشته باشید و مخارج و نان و نفقه زن و بچه را تهیه کنید و الله تعالی را بندگی بکنید. این که بگه ازدواج نمی کنم که فارغ بشه برای عبادت، تنها این را آن حضرت صلی الله علیه وسلم رد کردن و افراط دانستن. این که تمام روزه را روزه بگیره، همین حضرت رد کردن و فرمودن اگر کسی زیاد روزه میخواد بگیره، صوم داودی را اختیار بکنه، یک روز روزه بگیره، یک روز بخوره و این که تمام شب را عبادت بکنه و نخوابد. این را حضرت به شدت رد کردن. گفتن که شما بخوابید و نمازم بخوانید. خود آن حضرت شبها میخوابید، استراحت میکرد و هم عبادت میکرد و شبها نماز میخواند. مسیر اعتدال، نباید در خرج کردن ما افراط بکنیم. سفرهای آنچنانی و سر سفره ما اسراف باشه، غذای اضافی بپزه و در طعام ما اسراف بکنیم، نه به اندازه نیاز، به اندازه اعضای خانواده و بالاخره یک سفره 7 رنگ نیاریم و هرچه سفرهای ما ساده باشند و بالاخره این با همون اعتدال نزدیکه. چرا که توی شهر ما گرسنگان وجود دارن، اونایی وجود دارن که توی زندانن و ندارند هیچ چیزی، کسب و کاری ندارن، زن و بچه هایشون بیرون گرسنن، خودشون توی زندان تحت فشارن. توی شهر ما کسانی هستن که مریضن ولی پول علاج ندارن، درمان ندارن و انواع گرفتاری یتیم موجوده، خانواده بی سرپرست موجوده. سر سفره که می نشینیم اونها را یاد بکنیم، لباس های گوناگون که برای خودمون می دوزیم یاد بکنیم اونهایی که لباس ندارن و ساری های قیمتی که خرید می کنیم در فکر اونها باشیم که ندارن دوچرخه سوار بشن، ندارن یه موتوری را سوار بشن. و لحاظا زندگی ما در مسیر اعتدال قرار داشته باشه. همه زندگی دنیا توی مسیر اعتدال، زندگی دینی و بندگی خدا هم در مسیر اعتدال قرار باشد و الله این اعتدال می پسنده. بیداری به معنی همینه که ما از حال مردم گرسنگان اطلاع داشته باشیم، از حال گرفتاران آگاهی داشته باشیم و از بلاهای که بر مصیبت دیدگان، نه انسانهای مصیبت دیده، مسلمانان یا غیر مسلمانان، آنهایی که گرسنگی میکشن مثل مردم غزه، از اونها هیچ زمان ما غافل نباشیم. اونها در نظر ما باشند که چه میگذره بر سر اونها، چه بلای داره بر سر اونها نازل می شود، چه انسانهای بیرحمه که هیچ بوی از انسانیت نبردن، به جان اونها افتادن و میکشند و میزنند و تارومار میکنند، اما ترحمشون نمی آید که نه انسانند. اینها
از جنس مان، اگر جنس انسان هم نباشه بالاخره حیوان دیگری باشه، حیوانای دیگر هم گرسنه کردن و تشنه کردن که از تشنگی و گرسنگی از بین ببره بدور از انسانیت. و لحاظ سروران گرامی اعتدال مهمه که ما توی مسیر اعتدال باشیم، تندروی نکنیم و همینطور عزیزان من حق و حقوق مردم نادیده نگیریم، حق و حقوق همه انسان را در نظر بگیریم و در مسیر درست و صحیح و اعتدال قرار بگیریم. این چیزی که نزد الله تعالی پسندیده و الله تعالی این قبول داره عزیزان من. و بالاخره امروز شرایطی که بقیه بس این قسمت اگر فرصت باشه در وقت دیگه بیشتر، اما امروز ما در شرایطی در کشور زندگی میکنیم و داریم که متاسفانه همه چیز با بنبست مواجه شده. یک بحران نه بلکه چندین بحران متوجه کشور ما هست و به هر حال مایه پریشانی مردم از قطع برق گرفته تا قطع آب و مشکلات آب و تا مشکلات های اقتصادی و معیشتی و رزق و روزی و مشکلات هایی که در قسمت های دیگر هست و همه مشکل قسمت ها قسمت درمان هست مشکل داره و دیگر قسمتان همه دچار مشکلات شدن و لحاظا این مشکلات آسیب شناسی نشدن در وقت و این نتیجه ضعف مدیریت کشور. وقتی که کشور به صورت ضعیف مدیریت بشن هر کشوری در دنیا باشه بالاخره نتیجهش آخری می شود که بحران به وجود بیاد، بنبست به وجود بیاد. حالا با این همین قطع برق و آب و دیگر مشکلاتی که ایجاد شده برای مردم ایران با چه مشکلات مواجهند، چه میگذرد بر سر ملت و چه اندازه در این گرمای شدید پریشانن، نگرانن، بچه های کوچک و اطفال بر سر اونها چه میگذرد. بلحظه چیزی است که واقعا قابل درک مشکلات مردم را باید درک کرد و مدیران کشور باید در فکر می شدن، فکر این مشکلات می شدن. متاسفانه ضعف مدیریت همه برمیگرده به گزینش ها، برمیگردن این مدیران کلان کشور که انتخاب می شوند به گزینش بالا برمیگردن، به شورای نگهبان برمیگردن که به هر حال با فیلترهای سنگین نمایندگان مجلس رد میشن. نماینده که به هر حال حرف بتوانه در مجلس بزنه و نماینده که بتوانه درد مردم مطرح بکنه متاسفانه کم مورد تایید قرار گرفتم. من نمیگم که مجلس خالیه، اما مجلس متاسفانه بخش بزرگش همینه که تاییدیه یا با سفارش و یا با تعهدات رد می شوند از این فیلترها و نتیجه این می شود که نمایندگان نمی توانند از حقوق مردم دفاع کنند، نمی توانند از مسئولان رده بالا کشور انتقاد کنند و دفاع از حقوق مردم انجام بدن و هکذا مدیریت های دیگری کشور که معمولا در طول مدت روسای جمهور بودن بالاخره کسانی همه آمده که او توانایی لازمه نداشتن و از افراد شایسته و افراد توانمند جرأت نکردن نامنویسی بکنن که رد صلاحیت میشوند و اگر کسی ثبت نام کرده رد صلاحیت شده. نتیجه اینه که توی بدنه دولت و بدنه حکومت کلن مدیران ضعیف جا پیدا بکنن و کسانی که استخدام میشوند او افرادی هستند که ضعیفند و اونایی که توانمند و قویان
بالاخره به بهانه های در گزینش اون رد کنن. استخدام هم اینطور بوده و لحاظا نتیجهش اینه که امروز همه گیر کردن به این مشکلات که الان پیش روی ما هست و در حال حاضر گرفتاریم و لحاظا این مهمه که در این مدت کاش که تغییرات ایجاد می شد. خواسته همه ملت ایران بود، اکثریت قاطع بود، فریاد زده که تغییرات بیاورید و نیاز داره کشور به تغییرات، نیاز داره به بازنگری، به این سیاست های گذشته بازنگری بشه. حیاتیه برای خودتون، برای حاکمیت این و برای نظام، این حیاتیه که تغییرات بیاید و رضایت مردم گرفته بشه. تغییراتی که مورد خواست مردمه، تغییراتی که مردم میخواهند و لحاظا این تغییرات تا هنوز هم هیچ چیزی در دست نیست که ما تغییرات در ملک بگیریم که شکل میگیره و لحاظا امروز متاسفانه مردم ایران خود را در یک آینده روشنی برای خودشان چون نمیبینن که آینده روشنی باشه، افق روشن جلوشون باشه و فعلا هم که به مشکلات مواظبن بسیار نگرانی و پریشانی است. این از یک طرفه و از طرف دیگر بسیاری هم افراد تندروان که به طبل جنگ میکوبند و جنگی که بسیار ویرانگاری جنگ، هر جنگ ویرانگاری، اما جنگ امروزی که با سلاح‌های پیشرفته، با سلاح‌های مخربه، با اطلاعات پیچیده و فناوری‌های تسلیحاتی پیچیده است، بالاخره جنگ ویرانگره، جنگ نقصان رسانده، دشمن هم نقصان دیده. به قول رئیس جمهور که گفتن ما زدیم هم و خوردیم هم. به هر حال واقعا این جنگ نقصان داره و تباهی داره و برای نباید به طبل جنگ کوبیده بشه، نباید او شعارهای تند و تیز داده بشه و بالاخره بعد یک جنگ دیگری، حمله دیگری به کشور انجام بگیره، کشوری که این همه مشکلات داره، کشوری پر جمعیت بالای داره و بالاخره اینها همه گرفتاری هستند که بر سر ملت ما هستند. باید مسئولان تدبیر بکنن و از تدبیر کار بگیرن و فکر ملت و فکر دور بکنن. هنوز بعضی شعارهای گذشته را میدهند که باید محو اسرائیل میدهند. اسرائیلی ها همین محو فلسطینی ها را علی برنامه ریزی میکنند و دارن کرانه باختری را میگن باید الحاق بکنیم به اسرائیل. قسمت های را از فلسطین که دیگه چیزی نمیمانه اینها را میخواهند الحاق بکنند و این تفکر بسیار غلط و تفکر بسیار اشتباه و تفکر تندروها هست در اسرائیل و متاسفانه الان در حکومت اسرائیل، در دولت اسرائیل تندروها بیشتر جا پیدا کردن که میگردن برای نابودی مردم فلسطین و به هر حال این به ضرر حماس و به ضرر خود اسرائیل، به ضرر خود یهوده. و الان همین طرح جدیدی که مطرح شده است از بعض کشورها، استقلال دولت فلسطین، مردم فلسطین دولت مستقلی داشته باشند، بر سرنوشت و سرزمینشون حاکم باشند، در این شرایط بهترین طرح همینه و یک طرح دیگری که غیر از این باشه به نفع مردم فلسطین در بپذیر دنیا به ذهن نمی آید، کسی نتوانسته مطرح بکنه و لذا کشورهای زیادی به این طرح پیوستند و این طرح داره میره باید که یه روزنه برای مردم فلسطین باز شده که بتوانن به حق و حقوق حقای خود برسن. فلسطینی ها هم نباید افراط بکنن و صحبت از محو اسرائیل بکنن و دیگران هم نباید این شعار بدن.
بالاخره شما میخواید محو بکنید، با چه ابزاری میخواید محو بکنید؟ تازه بتوانید هم به صلاح نیست که چنان شعاری را شما بدید کسانی بدهند. افراط و تندروی نتیجهش منفیه، نتیجهش ضرره. و او گروه هایی که جهاد میکنن، جهادی و مبارزان، نباید این طرح به زبان بیاورن، این صحبت بیاورن. حق و حقوق فلسطین مطرح بشه. فلسطینیان انسانان و بالاخره حقوق انسانی دارن و باید به حقوقشون برسن، باید آزادی داشته باشن، بر سرزمینشون حاکم باشن، حقوق حقی اونا به اونا برسه و این میتونه بالاخره راهگشا باشه. ما امیدواریم که همه این دولت ها، اسلامی و غیر اسلامی، همه بپیوندن به همین به طرح استقلال فلسطین، دولت فلسطین به رسمیت بشناسند و حمایت کنند و بسیاری از کشورهای اروپایی و دنیای دیگه حمایت کرده و ما امیدواریم که این راهگشا باشه. و امروز این سانها واقعا قابل دید نیستن که بر مردم فلسطین میگذارن. بیداری آوردن این سانها، این گرسنگی ها را میبینن و سبب و مایه انزوای اسرائیل میشوند این مسائل و بالاخره دنیا تکی میتونه تحمل بکنه و این ضربه بزرگ برای اونهایی دارن که به ظلمشون ادامه میدهند. ما هم در مملکتمان و کشورمان به عنوان یک شهروند عرض میکنم که مردم ایران عموما راضی نیستن به این شعارهای تندی که داده میشه. متاسفانه افراد تند میکروفون ها را گرفتن و تریبون ها را در دست گرفتن، هرچه که دلشون میخواهد میگن و نه این فکر ملت را بکنید، فکر کشور را بکنیم و نباید ما حرفهایی را بزنیم که بار دیگر بالاخره جنگی بر ما تحمیل بشه، بلکه حرفهایی بزنیم که جنگ خاموش بکنه، جلوی جنگ بگیره. تدبیری بکنیم در مذاکره هایمان، باید تدبیری را عمل بکنیم که مانع از جنگ بشه. حق و حقوقمان، حق و حقوق ملت ایران کاملا دفاع بکنیم، ولی بالاخره با تدبیر و با درایت و با حکمت پیش بریم که دنیا بعد ما را ملامت نکنه، دیگران سر ما بهانه داشته نباشند. و این حیاتی و مهمه و برای این مشکلات کشور خودمون باید تدبیر بکنیم. سیاست های گذشته به بنبست مطلق گیر کرده و راه نداره. با این صورت که بخوای ادامه بدید با فشار، میخوان قانونایی را تصویب بکنن در مجلس که جلوی اون آزادی هایی که مردم دارن بگیرن، بر مردم فشار وارد کنن به وسیله قانون. این درست نیست. مردمی که گرسنان، مردمی که تشنان، مردمی که در تاریکی نشستن، بگذاری حرف بزنن، بگذار گریه بکنن. وقتی که مردم ندارن چیزی بخورن، حق گریهشون بدید. خیرخواه شماییم، به شما ناصحیم، به کشور ناصحیم و اعتقاد داریم که حرفای گذشته اگر از خیرخواهانتون میشنیدید و قبول میکردید، امروز شرایط هم شما بهتر بود، هم شرایط ملت بهتر بود. شرایط ملت که بهتر باشه شما هم راتید و اگر شرایط ملت بد باشه ملت ولکن نمیشه و دردسر برای شما هست که متولی امور کشور هستید و مدیریت میکنید. همه چیز تحت مدیریت شما هست. و آخرین حرف بندانه که برای امنیت استان حیاتی و مهمه که امنیت باشه و امنیت رعایت میشه با خودداری همه طرف ها امنیت را مراعات کنند، هم طرف دولتی هم طرف های دیگرانی که بالاخره هستند، همه مراعات کنند، رعایت کنند. حرکات تاریک آمیز نباشه، حرفهای تاریک آمیز نزنیم. چیزی که میدانیم طرف دیگران تحریک میکنه به نامنیم انجام از این کارها همه دوری بکنن تا امنیت برقرار بشه
و باقی میمانه و الله تعالی همه را توفیق عمل عنایت کند. از اینکه دیر شد از وقت از شما عذرخواهی میکنه چون مهمان داشتیم و حرفا به کمی زیاد شد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه اجمعین.